خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک. سلام و تقدیم احترام خدمت بینندگان گرامی، اعضای محترم کانال پاتولوژی فرهنگی و عزیزانی که ما رو همراهی و دنبال میکنند. خرسندیم توفیق دوباره حاصل شد بتونیم با یک بحث دیگه انشالله در خدمت شما باشیم. جامعه انسانی همواره یا در مسیر و فرایند صعود و عروج به سر میبره و قرار میگیره، یا اینی که متاسفانه در فرایند سقوط و در فرایند هبوط به سر میبره. این فرایند هبوط و فرایند عروج یک فرایندی هستش که آن به آن تکرار میشه، یعنی هر روز صبح که ما از خواب بیدار میشیم متأثر از اعمال خوب و کارهای مثبتی که انجام میدیم، یا عروج آن به آن و پله به پله پیدا میکنیم، اون سعی وجودی رشد پیدا میکنه، یا اینی که متأثر از گناهان و معاصی و مسائل نادرست ما در فرایند هبوط و فرایند سقوط قرار میگیریم. هر روز این امر تکرار میشه تا در نهایت انسان هر کدوم از این وزنه ها سنگینی بیشتری داشته باشه. خب طبیعتا انسان به فلاح و رستگاری نزدیکتر شده. هست در مسئله تحصیل مثلا افراد به هم دیگه میگن ایشالله مدارج عالی‌تر و بهتر، یعنی این طرف میره مدرسه درس میخونه دیپلم میگیره، بعد آرزوی موفقیت و مدارج عالی میکنن، میره مجدد ادامه تحصیل میده، کاردانی میگیره، فوق دیپلم میگیره، میره ادامه تحصیل میده، لیسانس میگیره، میره ادامه تحصیل میده، فوق لیسانس میگیره، میره ادامه تحصیل میده، دکتری و حالا پسا دکترا و اینها. زیاد این دیالوگ رو شنیدید که در هر کدوم از این مراحل اطرافیان اون فرد بهش میگن که ایشالله مدارج بهتر و عالی‌تر. و یک چیزی هستش که معمولاً به گوش همه خورده در این فرایند تحصیل که دعا میکنن، آرزو میکنن که انشالله اون فردی که در اون پروسه تحصیلی به سر میبره بتونه رشد بکنه، بتونه درجه بهتری رو کسب بکنه، ارتقا پیدا بکنه، سطح بالاتری بره. در حوزه نظامی هم همینطوریه، یعنی افراد هر چند سال یک بار یک درجه جدید میگیرن، از این هلالایی که کنار بازو قرار میگیره تا مثلا دیگه اون ستاره هایی که میاد از ستوان 3 و ستوان 2 ستوان 1 و سروان و سرگرد و سرهنگ دوم و سرهنگ تمام و همینجوری میره بالا، سرداری و سرلشکری و اینها. هر کدوم از اینها یک درجه‌ایه، فرد یک ارتقایی پیدا میکنه. حالا در دنیا هم همینه، افراد یا متأثر از اعمال خوبشون درجه پیدا میکنن و عروج پیدا میکنن، به سمت بالا میرن، یا اینی که متأثر از اعمال بدشون به هبوط کشیده میشن. تقسیم بندی قرآنی اینجا اینجوریه. قرآن اومده این دو قطبی رو با درجه و درک اومده در واقع تقسیم بندی کرده که مادامی که شما به عنوان یک فرد مؤمن ایمان آورده باشید، اعمال صالح انجام بدید، شما درجه کسب میکنید و ارتقا پیدا میکنید و به سمت عروج میرید، و اگر چنانچه منافق باشید، اهل گناه باشید، اهل معصیت باشید، اهل طاغوت باشید، شما هبوط میکنید و به درک میرید. درک رفتن، این که بعضی هم حالا اصطلاحی هم هستن میگه گفته میشه به درک، از همین میاد. این درک عمق اون زیرین ترین لایه جهنمه، میگن به درک اسفل السافلین، یعنی بری اون پایین ترین قسمتی که جهنم هستش. بعضی مثلا بخوان یک کسی رو نفرین بکنن، مثلا میگن الهی که مثلا بری به درک اسفل السافلین، یعنی بری قعر جهنم قرار بگیری. این تقسیم بندی قرآنی هستش که در آیه 4 سوره انفال و در آیه 145 سوره نساء حضرت الله اومده این تقسیم بندی رو صورت داده. این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. پس تقسیم بندی قرآنی و این دو قطبی قرآنی میانه درجات و میانه درکات. چنانچه فرد اعمال نیکی داشته باشه، اعمال صالحی داشته باشه، درجه پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه و عروج آن به آن تا برسد به معراج. چنانچه فرد اهل گناه باشه، اهل معصیت باشه، اهل تمرد از انجام به تکالیف دستورات الهی باشه، اون فرد هبوط آن به آن پیدا میکنه و به درکات میره، یعنی هی این لایه هایی که در جهنم در واقع میره و طی میکنه عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر میرسه تا اون مرحله اسفل برسه، یعنی به قعر جهنم در واقع کشیده بشه. این تقسیم بندی قرآنی هستش و همه ما در طول مسیر زندگی در این چرخه در رفت و آمد هستیم. بعضی‌ها متأثر از اعمال نیک درجه پیدا میکنن،
عروج پیدا میکنن، به معراج میرسن. بعضیا هم متأثر از گناه و معاصی هبوط آن به آن رو تجربه میکنن و بر درکاتشون افزوده میشه و علی نهایی هم به قعر جهنم که همون اسفل السافلین هستش راه پیدا میکنن. حالا این سیر از کجا شروع میشه؟ یعنی این مسیر برای انسان، این مسیر ارتقاء درجات برای انسان از کجا شروع میشه؟ یعنی این یک سوالی هستش که انسان در این فرایند شدن، در این فرایند سیرورت، باب اینی که درجه پیدا بکنه، به عروج بره و به معراج برسد، از کجا براش شروع میشه؟ یا اینی که از اون طرف از کجا براش این داستان شروع میشه که این هبوط آن و آن رو تجربه میکنه و به سقوط کشیده میشه و به اسفل السافلین، به درک اسفل السافلین کشیده میشه. نقطه آغازین این که انسان صعود پیدا بکنه یا سقوط رو تجربه بکنه از دامن زن هستش. یعنی ابتدا به ساکن اون لحظه‌ای که این فرد متولد میشه و در پروسه و در فرایند تأدیب و تربیت قرار میگیره. مهمترین نقش رو در این میدان چه کسی به عهده داره؟ مادر اون فرد. امام خمینی رحمت الله علیه در اردیبهشت سال 1358 یک جمله معروفی رو گفتن که به گوش همتون رسیده احتمالاً و جمله کلیدی و مهمی هستش. فرمودن که از دامن زنه که مرد به معراج میره. الان نکته براتون این مقداری روشن میشه که منظور امام خمینی از بیان اون جمله چی بوده. این معراج اون نقطه قایی و اون قله هستش. فرد زمینه‌ای که نیاز داره که بتونه از سطح دنیا بتونه درجه پیدا بکنه، بتونه عروج بکنه و بتونه به معراج برسه، امام خمینی رحمت الله علیه اومده بیان کرده که اون امری که در این قضیه نقش داره و میتونه جامعه رو به معراج برسونه، میتونه مرد رو به معراج برسونه، اون چیه؟ اون چه عنصری هستش؟ اون عنصر زن هستش. پس جایگاه زن اینجا خیلی جایگاه تعیین کننده هستش. اگر زن عنصری هستش که میتواند مرد رو یا جامعه رو به معراج برسونه، صاحب درجه بکنه، همون زن اگر کار خودش رو به نحو احسن انجام نده، میتونه عامل سقوط انسانی باشه، میتونه عامل هبوط انسانی باشه، میتونه عامل به درک اسفل السافلین رفتن یک فرد یا یک اجتماعی باشه. پس زن نقش محوری داره، دال مرکزیه. زن خیلی عنصر مهمی هستش، خیلی عنصر مهمی هستش. جایگاه مادر خیلی جایگاه ویژه‌ای هستش. کاملا در فلاح و خسارت فردی و اجتماعی نقش داره. اینکه یک جامعه، یک فردی به فلاح برسد، قد افلح المؤمنون، یا اینی که به خسارت و به سقوط و به بدبختی و به اسفل السافلین کشیده بشه. کنشگری که این وسط نقش کلیدی داره زن و جایگاه مادر هستش. از این رو امام خمینی رحمت الله علیه بیان کردن که از دامن زنه که مرد میتونه به معراج برسه. زن معراج بخش 3 رکن داره. زن باید 3 مؤلفه داشته باشه تا بتونه یک جامعه ای رو و یک مردی رو بتونه به معراج برسونه. 3 رکن باید در یک زن وجود داشته باشه تا اون زن این امکان رو داشته باشه که بتونه معراج بخش باشه، بتونه جامعه رو و افراد رو بتونه به معراج ببره. 3 ویژگی بسیار مهمه. یکی این که زن باید فؤاد بینایی داشته باشه. فؤاد عمیق‌ترین لایه وجودی انسانه. پیاز وجود انسان از 3 لایه تشکیل شده: صدر و شقاف و قلب و فؤاد. 4 لایه هستش. عمیق‌ترین و اون هسته مرکزی این لایه وجودی انسان لایه فؤاد انسانه. لایه‌ای که رؤیت حق و باطل در اون صورت میگیره. اون بصیرت، اون مقام رؤیت در اون هسته مرکزی اتفاق میفته. و فؤاد زن باید فؤاد بینایی باشه، باید فؤاد زنده‌ای باشه. نباید این فؤاد کور شده باشه، نباید این فؤاد اشغال شده باشه. فؤاد ابتدا به ساکن اشغال میشه متأثر از مسائل مختلف و بعد هم اگر این اشغال ادامه پیدا بکنه به کوری کشیده میشه. فؤاد کور هم دیگه قابلیت رؤیت حق و باطل و تشخیص حق و باطل و قوه فرقان و این مسائل رو نداره. اولین مؤلفه این هستش که زن باید صاحب فؤادی باشه که فؤاد بینایی باشه، فؤاد کوری نباشه. حضرت زهرا سلام الله علیها در حدیث کسا خطاب به فرزندانشون امام حسن و امام حسین می‌فرمایند که علیکم السلام یا قرة عینی و ثمرة فؤادی. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی میخواد فرزندانش رو صدا بکنه میگه که شما نور چشمان من هستید، شما ثمره فؤاد من هستید. این بسیار نکته حائز اهمیتی هستش که امام حسن و امام حسین ثمره فؤاد بینا و سالم حضرت زهرا سلام الله علیها بودند. پس این یک رکن بسیار مهم هستش، فؤاد بینا.
دومین رکنی که باید در زن باشد که بتواند معراج بخش باشه قلب سلیمه. زنی که میخواد آماده بشود که نقش مادری رو به عهده بگیره، اون زن باید قلب سالمی داشته باشه. قلب سلیم نقطه مقابلش میشود قلب مریض. چه چیزی قلب رو مریض میکنه؟ رجس. گناهانی که در حیطه قلب انسان قرار میگیرن به اینها میگن رجس. انسان وقتی که مرتکب گناه میشه، این قلب کدر میشه، این قلب ذره 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 اون سلامتش رو از دست میده. قلبی که سلامت نداره، قلبی که سلیم نیست، قطعا قلب مریضه و قلب ناسالمی هستش. زنی که قلب سالم ندارد نمیتواند بستر و ظرفیتی باشد برای اینکه بتونه افراد و جامعه رو بتونه به معراج برسونه. این هم یک نکته بسیار حائز اهمیت هستش که از این سه تا رکنی که در واقع زن باید داشته باشد که بتواند معراج بخش باشد، بتواند مرد رو، جامعه رو بتونه به عروج و به درجه برسونه، یکی فؤاد بینا هستش و یکی هم قلب سالم هستش. مورد سوم رحم پاک هستش. زن باید رحم پاکی داشته باشه. رحم اون ظرفی هستش که بچه در اون پرورش پیدا میکنه. در مرحله‌ای که انعقاد نطفه شکل میگیره، اون 9 ماهی که این بچه در درون شکم مادرش پرورش پیدا میکنه، اون رحم هم باید رحم پاک و رحم مبرایی از آلودگی باشه. بسیار نقش تعیین کننده‌ای داره رحم زن برای این که فرزند به گونه‌ای در اون پرورش پیدا بکنه که بتونه بایستگی‌ها و ویژگی‌هایی داشته باشه که درجه پیدا بکنه، بتونه به معراج بره. از همین جهته که در حدیثی نقل شده که پیامبر اکرم به امام علی علیه السلام فرموده که وقتی که میخوای با همسر خودت نزدیکی بکنی، با فکر زن دیگه با همسر خودت مجامعت نکن، که اگر خیال زن دیگه رو بیاری و تصور بکنی که داری با اون مجامعت جنسی انجام میدی، اگر چنین امری اتفاق بیفته، فرزند تو مشکلاتی براش به وجود میاد بعد از حیات، یا صفات زنانه پیدا میکنه یا اختلالات جسمی و روانی پیدا میکنه، فرایندی و اختلالی ایجاد میشه که اون بچه اون روند رشد و روند تکوینش و روند سلامتش به درستی طی نشه. اگر با یک چنین سازوکاری نطفه شکل بگیرد، اون رحم آلوده میشه و آلودگی اون رحم همانا و اینی که بچه‌ای که در اون رحم پرورش پیدا میکند بچه‌ای پاک و بچه‌ای صالح و بچه‌ای طاهری نباشد همانا. این سه تا بسیار حائز اهمیت هستش. این سه تا رکن رو باید زن تو امان داشته باشد تا چی بشه؟ تا متأثر از اون بتونه انسان رو به عروج برسونه. همون جمله امام خمینی، از دامن زن مرد به معراج میره. منتها یک متغیرهایی داره. هر زنی دامنش این ویژگی رو نداره که بتونه مرد رو به معراج ببره. دامن زنی، دامن مادری میتونه مرد و آحاد مردان جامعه رو به معراج ببره که اولا اون زن دارای فؤاد بینا باشه، دارای قلب سلیم باشه و دارای رحم پاک باشه. اگه این سه مؤلفه در کنار هم دیگه قرار بگیره، زن میتونه دامنش بستری باشه برای اینی که انسان رو به عروج و به معراج برسونه. از همین جهتی که حضرت زهرا سلام الله علیها در حدیثی بیان کردن که برای زن بهتر این هستش که نامحرمی رو نبینه و نامحرم هم اون رو نبینه. چرا اینقدر در اسلام نسبت به مراقبت کردن از زن تاکید ویژه شده؟ هم در قول معصومین علیهم السلام به این اشاره شده، هم خود حضرت زهرا سلام الله علیها در حدیثی اومدن صراحتاً گفتن که بهترین حالت برای زن اینه که نامحرم نبینه و نامحرم هم اون رو نبینه. بابت این هستش که زن وقتی که در معرض دید نامحرم قرار میگیره، دوچار اون آلودگی ها میشه که تأثیر میذاره روی اون ستا رکنی که از اساسی ترین متغیر هاست برای اینی که جامعه رو بتونه به عروج و به معراج برسونه. ارتباط با نامحرم ایجاد رجس میکنه، قلب رو آلوده میکنه، سلامت قلب رو میزداید. هر چقدر که شدت ارتباط با نامحرم بیشتر باشد، تکثر اون بیشتر باشد، ذره 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 این پرده حیا و اون سلامت قلب از بین میره. هم فؤاد بینا اشغال میشود، مثل تلفنی که تماس میگیرید میخواید با کسی ارتباط برقرار بکنید، میگه مشترک مورد مشغول میباشد. حالا شما تصور بکنید فؤاد مشغول هم یک همچین حالتی داره، درگیر افکاری میشه زن که فؤادش رو مشغول میکنه. فؤاد مشغول هم به مرور زمان کور میشه. ارتباط با نامحرم رجس قلبی ایجاد میکنه. قلب که گرفتار رجس و ناپاکی شد، کم 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 قلب هم سلامتش رو از دست میده. زن در ارتباط با نامحرم وقتی که
قرار بگیره یا در معرض نامحرم که قرار بگیره، مردان چشمچرانی میکنند. خیلی ها رغبت نمیکنن، چشمچرانی میکنن. اون مردی که اون زن رو نگاه میکنه یا اون زنی که اون مرد رو نگاه میکنه، اینا تصویر اون فرد نامحرم رو در ذهن خودشون نگه میدارن. با شریک زندگی خودشون وقتی که وارد مجامعت جنسی میشن، با فکر اون زن یا اون مرد وارد رابطه جنسی میشن، نطفه‌ای شکل میگیره و اون نطفه در رحم آلوده و ناپاکی انعقاد پیدا میکنه و شکل میگیره. و رحم زن هم وقتی که در معرض دید نامحرم قرار میگیره، به مرور آلوده میشه، ناپاک میشه. از این جهته که حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردن که بهتره برای زن الا به ضرورت که نامحرم رو نبینه و نامحرم اونو نبینه. یعنی اگر ضرورت و اگر امر ویژه‌ای در کار نیست، زن در خانه بشینه که هم فؤادش مشغول نشه، هم سلامت قلبش حفظ بشه و همینی که رحمش پاک بمونه، برای اینی که بتونه این رحم میزبان یک جنین سالم باشه. رحم ناپاک نمیتونه جنین سالم پرورش بده. قدیمترها پسران وقتی که میخواستن دنبال یه خانومی بگردن برای امر ازدواج و اینها، به مادراشون میگفتن برید دختری رو برای ما پیدا بکنید که آفتاب مهتاب ندیده باشه. چرا آفتاب مهتاب ندیده بودن دختر خانم اهمیت داشته برای آقا پسر و برای خانواده‌اش و برای مادرش و اینها؟ بابت اینی که دختری که آفتاب مهتاب ندیده سلامتش حفظ شده، در معرض ناپاکی ها و این اختلاط و این ارتباطات و اینها قرار نگرفته. در نتیجه اون دختر سالمی بوده، دختری بوده که میتونسته مادر خوبی برای فرزندان این آقا باشه و بسیار مسئله مهمی بوده. اون موقع در مسئله ازدواج بحث اولاد و ادامه نسل و ذریه و اینها اهمیت داشته. طرف میرفته با کسی ازدواج میکرده، با کسی وصلت میکرده که واجد این سلامت باشه، برای اینکه فردا بتونه مادر پاکی برای اون فرزندان باشه. قبلا مردم به این چیزا بیشتر اعتقاد داشتن، بیشتر روی این مسائل تدبر و تأمل میکردن. امروز کسی اهمیت نمیده، یعنی به هر شکلی که باشه حاضر هستش بره که امر ازدواج رو رقم بزنه، در حالی که یکی از متغیرهای جدی برای آقا پسر و برای مادرشون این بود که دختر آفتاب مهتاب ندیده باشد. آفتاب مهتاب ندیده یعنی این که این سه تا رکن و این سه تا ویژگی رو اون خانم داشته باشه. قلبش قلب سالمی باشه، فؤادش فؤاد بینایی باشه، رحمش هم رحم پاکی باشه. دائما در معرض دید نامحرم قرار نگرفته باشه، ابژه جنسی شده باشه، قلبش کدر شده باشه، قلبش آلوده شده باشه، فؤادش مشغول شده باشه، رحمش رحم ناپاکی شده باشه. از این جهت این مسئله خیلی اهمیت داشت. فرایند بچه سازی، آدم سازی رو والدین مکول می‌کردن، یعنی که حالا بچه به دنیا اومد، بعد 7 سال میدیم آموزش پرورش، آموزش عالی برای ما، اینا دکتر مهندس و عالم و عاقل و صالح و همه اینا بار بیارن. نه، به این شکل نبوده. این تصور و این ذهنیتی که بچه که به دنیا اومد ما خیلی نقشی نداریم، میدیم که حکومت و نمیدونم سیستم آموزش و اینا بگیرن این آدم رو تربیتش بکنن، تأدیبش بکنن و در این پروسه این یک آدمه به درد بخوری بشه. اینجوری نبوده. کار سخت و کار سنگین رو خودمون پدر و مادر انجام میدادن پیش از این که اصلا بخواد ازدواج شکل بگیره. هم در مسئله انتخاب همسر اون حساسیت ها اعمال میشد، دختر آفتاب مهتاب ندیده، هم در قبل از زمانی که میخواست انعقاد نطفه شکل بگیره اون زن و شوهر بسیاری از آداب شرعی رو رعایت میکردن که متأثر از اون نطفه‌ای منعقد میشد که میتونست این ظرفیت رو داشته باشه که به معراج برسه. امروز این ملاحظات و این حساسیت ها و این نکات شرعی رعایت نمیشه، در نتیجه کیفیت نسلی اومده پایین. جمعیت افزایش پیدا کرده از 50 سال پیش تا امروز، ولی نطفه های فاقد کیفیت، این که ارزشی نداره. امروز چند میلیارد نفر آدم رو کره زمین هستن، چند نفر اینها نطفه های با کیفیتی داشتن؟ خب طرف وقتی که قاتل و جانی و فاسد و عوضی میشه، خب یک بخشی از این روندی که این طرف طی کرده متأثر از کیفیت نطفهش بوده. همه این رو نمیشه انداخت به دوش اینی که آقا مشکلات فرهنگی هست، جامعه نمیدونم آلوده است، حکومت ها خوب عمل نمیکنن، آموزش و پرورش خوب نیست، آموزش عالی خوب نیست. همه این رو نمیشه انداخت گردن دیگران. بخش قابل توجهی از اینی که یک فردی اون سلامت لازم رو به دست نمیاره و در پروسه حبوط آن به آن قرار میگیره و میره قعر اسفل و سافلین، یک بخش قابل توجهش برمیگرده به کیفیت نطفه‌ای که شکل گرفته، به وضعیتی که رحم داشته، در باب اینی که اون رحم سلامت داشته یا آلوده بوده. خیلی برمیگرده به مادر، اینکه اون مادر تونسته خودش رو از آلودگی‌های بیرونی حفظ بکنه، قلب خودش رو پاک نگه داره، سالم نگه داره، فؤاد خودش رو بینا نگه داره. حضرت زهرا سلام الله علیها که کارهای بیرونی رو کنار گذاشت و امر خانه‌داری و نقش مادری رو ترجیح داد،
در حدیث اشاره میکنن، میگن که برای زن بهتره که در خونه بشینه. چرا حضرت میاد به این قضیه اشاره میکنه؟ برای اینی که زن وقتی که در خونه بشینه، اون مؤلفه‌ها و اون ارکانی که میتونه منتج به این بشود که یک فرزند صالحی رو بتونه پرورش بده، اونا حفظ میشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است، زن در بالاترین تراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر. اما همین زنی که میتوانست پیغمبر باشد از لحاظ فضائل و مناقب و حد وجودی، همین زن مادری میکند، همسری میکند، خانه‌داری میکند. ببینید اینا رو باید فهمید، اینقدر تحقیر نکنند این فریفتگان غافل. چی بگه انسان؟ فریفتگان غافل حرفهای پوچ غربی ها. تحقیر نکنن خانه‌داری رو. خانه‌داری زن معناش تربیت انسان است، معناش تولید والاترین و بالاترین محصول و متاع عالم وجود است، یعنی بشر. خانه‌داری یعنی این. حضرت زهرا سلام الله علیها رنج در خانه ماندن و دیده نشدن توسط افراد رو تحمل میکنه که علی نهایه این فؤاد بینا بمونه، این فؤاد سالم بمونه. وقتی هم میخواد حسن و حسین علیهم السلام رو صدا بزنه، میگه قرة عینی و ثمرة فؤادی، سلام بر شما فرزندانم، نور چشمانم، ثمره فؤاد من. سختیش رو به دوش کشیدن، دشواریش رو تحمل کردن و بهرش رو هم بردن. اما امروز اینجوری نیست. امروز تفکر فمینیسم اومده گفته زن مستقل، زن رو از درون خونه کشید بیرون، انداختش در عرصه اجتماعی، زن رو آلوده کرد. زنی که میتونست دامنش مرد و آحاد مردان جامعه رو به معراج ببره، امروز زن درگیر آلودگی های مختلف شده. نه رحم پاکی داره، نه قلب سالمی داره، نه فؤاد بینایی داره. در نتیجه اون زن نه تنها نمیتواند دامنش مردی و مردانی رو به معراج ببرد، بلکه عامل هبوط و عامل سقوط و عامل به درک فرستادن مردان جامعه میشه. زن خیلی نقشش نقش مهمی هستش. به همون مقداری که میتونه اساسی ترین و جدی ترین و کلیدی ترین عنصر باشه در رساندن جامعه به فلاح، به همون میزان هم میتونه جامعه رو به قعر جهنم ببره اگر گرفتار ناپاکی و آلودگی بشه. این مسئله خیلی مسئله مهمی هستش. زن رو به بهای این که تو باید مستقل بشی، تو نمیدونم استعداد داری، فلان بیسان، اون زن آفتاب مهتاب ندیده رو با وعده وعیدهای مختلف از درون بیت و از درون خانه بیرون کشیدن، گرفتار مأموریت‌ها و مسئولیت‌های بیرون از خانه کردن. زن هر چقدر که جلوتر رفت در این فرایند، بر رجسش اضافه شد، بر مرض قلبش اضافه شد، بر اشغال بودن و کوری فؤادش اضافه شد، رحمش هم ذره 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 گرفتار آلودگی و ناپاکی شد. این زن دیگه زنی نیست که بتونه از دامن اون جامعه‌ای بتونه امیدوار باشه به اینه که بتونه به عروج و به معراج برسه. ما دیگه حتی وقت نداریم بشیم تو اتاقمون گریه کنیم، جوری که من صبح تا شب دارم میدوام آخرش قشنگ نشد. خندم میگیره به وضعیت خودم. به قول شایع قشنگ وای میسته کتن ما هم. حضور اجتماعی زن همون ستا رکنی که در واقع ستا رکن اصلی هستن برای اینی که بتونه یک مردی رو به معراج برسونه، دچار اختلال کرد. حضور اجتماعی زن فؤاد زن رو مشغول کرد. حضور اجتماعی زن قلب زن رو گرفتار آلودگی و رجس کرد. حضور اجتماعی زن رحم زن رو به آلودگی و به فساد کشوند. بعد از 12 ساعت کاری دلم ازدواج سنتی میخواد، از اینایی که از اینجا تا اینجا میکنن الان رو میرم یوگا، میرم آشپزی یاد میگیرم، دسر درست کنم. مادر شوهرم بهم گیر میده، مجبور میشم باش دعوا کنم. از اونم میخوام، دیگه نمیخوام کار کنم. تو مستقلی. برآیند این ستا در واقع تهدید و ستا آسیب چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ زن آشفته دل مرد رو از مسیر عروج منحرف میکنه. مرد آلوده چشم زن رو از مسیر طهارت دور میکنه. وقتی که زن حضور اجتماعی بیرونی پیدا کرد، این مرد در محیط بیرونی چشمش همش دنبال خانوماست،
با افکار این تصاویری که از زنها در حافظه خودش نگهداری میکنه وارد بستر رابطه زناشویی میشه، تصویر اون زن رو مجسم میکنه و نطفه‌ای که در این حالت شکل میگیره باعث میشه که رحم زن رو آلوده و ناپاک بکنه و علی نهایه اون جنینی که شکل میگیره جنین سالم و جنین پاک و جنین صالحی نخواهد بود. بنابراین زن آشفته دل مرد رو از مسیر عروج منحرف میکنه، مرد آلوده چشم زن رو از مسیر طهارت دور میکنه و این دو آلودگی در رحم با هم جمع میشن و جنین رو شکل میدن. هم زن باعث سقوط مرد میشه، هم مرد باعث سقوط زن میشه و نهایتاً هر دو سقوط نسلی رو رقم میزنن. نتیجه تکوینیش چیه؟ روند به عروج رفتن و به معراج رسیدن انسان ها متوقف میشه. نه فؤاد زن بیناست، نه قلبش سلیمه، نه رحمش پاکه، نه مرد قابلیت عروج داره و نه نسلی که شکل میگیره اون سلامت رو داره که بتونه به معراج برسه. دامنی که باید معراج ساز باشد تبدیل می شود به دامنی که انسان رو به درکات می برد و این هم همون فرایند حبوطه. زن اگر مانند فاطمه زهرا سلام الله علیها رحم پاکی داشته باشه، قلب سلیمی داشته باشه، فؤاد بینایی داشته باشه، انسان رو به عروج میبره و جامعه رو نجات میده. و اگر زن حضور بیرونی و اشتغال محور رو مبنای برنامه خودش قرار بده، این سه تا رکن از بین میره، فرو میریزه، پس نه زندگی بالا میره، نه مرد بالا میره، نه نسل بالا میره و نه جامعه. زن یا سرچشمه معراج یا آغازگر حبوط. زن یا سرچشمه معراج یا آغازگر حبوط. دلیل این که اینقدر توصیه شده که آقا حواستون به این ناموستون باشه، این ناموستون رو چهار چشمی بپایید و بچسبید، نسبت به ناموستون غیرت داشته باشید، غیریت داشته باشید، اجازه ندید که دیگران وارد حریم ناموس شما بشن. ما 3 تا ناموس داریم دیگه، سرزمین ناموسه، دین ناموسه، زنم ناموسه. اسلام در مورد این 3 فقره گفته با هیچ کس تعارف نکنید. یعنی اگر بیگانه‌ای وارد خاک شما شد، وارد سرزمین شما شد، خواست اشغال بکنه، خواست تجاوز بکنه به سرزمینتون، با تمام غیرت و با تمام توان خودتون برین مقابله بکنید غیورانه. اگر کسی به دین شما حمله کرد، در مقابلشون بایستید محکم، و اگر کسی وارد حریم ناموس شما شد، محکم اونجا باید قرص وایسید. ناموس پرست در گذشته این یک ارزش به حساب می اومد. تفکر مدرن ذره ذره در مردم رسوخ پیدا کرد، افراد اوپن مایند شدن. در گذشته طرف همسرش ناموسش میخواست بیرون بیاد، نسبت به پوششش حساس بود، نسبت به اینی که یک نامحرمی به اون نگاه ناپاکی نداشته باشد حساس بود. امروز همه اینها کنار رفته. مرد خودش پیشنهاد میده به خانومش که بره شاغل بشه در عرصه اجتماع و کمک به معاش بکنه. خب دندت نرم، خودت یه مقداری تلاشتو بیشتر بکن، همتتو بیشتر بکن، اجازه نده که ناموست در معرض دید دیگران قرار بگیره و به ناپاکی اون اضافه بشه. چرا به همین راحتی برای اینی که حالا یه لقمه چرب و نرمتری بخورید اجازه میدید که ناموستون بره در فضای بیرون از خانه بخواد بره اشتغال داشته باشه، با مجموعه این فسادها و مفاسدی که شما بهتر از من میدونید. یه مقداری زندگی رو انسان با قناعت بیشتری پیش ببره. میدونم شرایط اقتصادی سخته، برای همه سخته. یه مقداری انسان با قناعت بیشتر زندگی رو جلو ببره، نیاز نشه، ضرورت ایجاد نشه که خانم بخواد بره بیرون از فضای خانه کار بکنه، در فضای بیرون از منزلی که 1000 آسیب و آلودگی وجود داره. چرا مردان نسبت به نوامیس خودشون غیرت ندارن؟ این یک آسیب جدی هستش. این یک آسیب جدی هستش که لطمش رو هم آیون میبینن اگر بخوان نسبت به این قضیه بی تفاوت باشن. اوپن مایند، نه میذاریم خانم هم برود مستقل باشد، کمک به اقتصاد خانواده باشه. بعد اون موقع بعضیا میان میگن که حالا در بین حزب اللهی ها و متدینین هم هستش، طرف اجازه میده خانمش مثلا بره شاغل بشه، بعد اون طرف هم میاد میگه این چه وضع حجاب و این چه وضع پوشش و این هست. شما اگر واقعا نگاه مصلحانه داری، اجازه نده که خانم از خونه بیرون بره به بهای اینی که حالا مثلا روزی 8 ساعت 9 ساعت بره در تعامل با نامحرم در این فضاهای شغلی آلوده، برای اینکه حالا یه قرون 2000 بیشتر برسن بیاد سر اون سفره. اگر واقعا مصلح هستید، نگاه مصلحانه دارید، تلاش خودتون، همت خودتون بیشتر بکنید، شرایط رو برای در خانه ماندن خانم فراهم بکنید
و اجازه ندید که همسر بخواد برود و اشتغال بیرونی داشته باشه. خروجیش میشه این: اگر آینده فرزندانتون براتون مهمه، اگر خودتون میخواید این ظرفیت رو پیدا بکنید که بتونید درجه پیدا بکنید، باید از هم مراقبت کرد. باید ناموس رو چارچشمی پایید. طرف داخل اینستاگرام عکسش رو میذاره، فیلم ناموسش رو میذاره، راحت بهش مجوز میده که بره سر کار تا آخر شب در محیطای کاری خانم شاغل باشه. میبینی اونجا مثلا 5 تا خانومن، 15 تا آقاست، سر سوزنی هم برای اون همسرش اصلا اهمیتی نداره. اینا آسیب‌های جامعه ماست. ما تا این مسئله رو درمان نکنیم نمیتونیم جامعه‌ای بسازیم، جامعه پرورش بدیم در فرایند جامعه سازی که اون جامعه سیرش به سمت عروج و به سمت بالا و به سمت معراج باشه. نمیتونیم تو امان زن رو از محیط ایزوله و محیط استریل خونه بکشونیم بیرون، آلوده و ناپاک بکنیم، ضمناً انتظار داشته باشیم که جامعه رو بتونیم به معراج برسونیم. اون جامعه قطع به یقین به درک اسفل السافلین میره، چون شما جایگاه زن رو به شوخی گرفتید. منطق داشته در گذشته میرفتن خواستگاری میگفتن ما میخوایم یه دختر آفتاب مهتاب ندیده بگیریم. بی جهت نبوده این مسائل. امروز خانم تو این فضای آلوده دانشگاهی میره، پس فردا میره در فضای آلوده محل کار، چیزی باقی نمونه از اون زن. حدیث حضرت زهرا سلام الله علیها رو شوخی بگیریم نمیتونیم جامعه رو اصلاح بکنیم. رک و راست. امروز درصد قابل توجهی از خانم ها متأثر از این اتمسفر فمینیسم و نمیدونم تفکر مدرن و اینها گرایش پیدا کردن به سمت اینی که برن بیرون شاغل بشن، مستقل بشن و فلان. تا جلوی این مسئله گرفته نشه ما نمیتونیم جامعه رو به نقطه‌ای برسونیم که بتونیم به عروج پیدا کردن و به درجه پیدا کردن اون جامعه امیدوار باشیم. زن باید به جایگاه مادرانه خودش برگردد. زن باید به حریم سالم، حریم امن، حریم پاک و حریم ایزوله درون خانه برگردد. دختران رو باید در خانه نگه داشت. در خانه نه اینی که بذاریشون تو خونه در و روشون ببندی. حضور اجتماعی زن باید متوقف بشه. اگر میخوایم یک جامعه پرورش بدیم که اون جامعه بتونه به معراج برسه، حضور اجتماعی زن باید متوقف بشه الا به حسب ضرورت. زن رو در این اجتماع ناپاک و آلوده باید حسابی ازش مراقبت کرد که این رحمش و قلبش و فؤادش متأثر از این آلودگی‌های بیرونی دچار آلودگی و رجس و گناه و ناپاکی و اینها نشه. خانومی که قلبش سلامت خودش رو از دست داد و قلب مریض شد، فؤادش کور و نابینا شد، رحمش رحم ناپاک و آلوده‌ای شد، نمیتونید از اون زن انتظار داشته باشید که درون خودش گوهر پروری بکند، انسانی رو بتونه به بار بیاره که خروجی اون بشود قاسم سلیمانی، خروجی اون بشود حسن تهرانی مقدم، خروجی اون بشود محسن حججی. نمیشه. آیا این خانم ها که محسن حججی پرورش دادن، قاسم سلیمانی پرورش دادن، سید علی خامنه‌ای پرورش دادن، رفتن این دانشگاه ها همشون رفتن شاغل شدن و نمیدونم کاسب شدن و هر کدوم یه جا استخدام شدن و مشغول به کار شدن؟ اون مرد زن رو در اون حصین، در اون حصار نگه می داشته، از ناموس خودش مراقبت می کرده، اجازه نمی داده که این زن آلوده بشه به ناپاکی های بیرونی و خروجی اون این شده که فرزندی که از اون زن پرورش پیدا کرده از دامن اون زن به معراج رسیده. شهید عند ربهم یرزقون دیگه، به اعلی علیین میرسه، به جایگاهی میرسه که روزیش رو خدا میده. عند ربهم یرزقون، در کنار خدا روزی میخورن، به نقطه اوج قله سعادت و فلاح میرسه، به معراج میرسه. و از این طرف شما برید امروز خروجی های زن مستقل رو امروز داخل جامعهتون نگاه بکنید، خروجی زن مدرن رو امروز برید داخل جامعهتون نگاه بکنید، دخترها و پسراشون رو برید نگاه بکنید، همه وضعای مالی خوب، همه نمیدونم تحصیلات دانشگاهی، همه چی براشون فراهم. کلیپ‌ها داره منتشر میشه داخل شبکه‌های اجتماعی دیگه. روزی نیست فیلمی نیاد بیرون گیس همدیگه رو نگیرن بکشن کف این خیابونا دخترها و پسراشون. خروجی های این مادران و این پدران مدرن و روشنفکر و اوپن مایند دیگه جز این هم انتظار نمیره دیگه. از اون مادران ناپاک جز این هم انتظار نمیره که خروجی هاشون و طوله هاشون بشون موجودات خبیثی که امروز داریم حاصلش رو کف شبکه‌های اجتماعی میبینیم. دخترها یهو داخل خیابون دارن راه میرن، یه دست میگیرن تو گیس همدیگه، موی همدیگه رو میکشن، بدترین و رکیکترین فوشا رو به همدیگه میدن. چرا؟ چی شده؟ چه اتفاق افتاده که خروجی جامعه ما امروز اینا شدن؟ دهه 80 دهه 90 ما این شکلی شدن بابت اینکه مادرشون پدرشون آلوده شده، آلودگی های پدر و مادر اونها سرایت کرده، امروز اینجوری داره در اولادشون داره خودشون نشون میده. قبلا میگفتن که اگر
فقر از یک در وارد بشه، ایمان از یک در دیگه خارج میشه. الان برید شما بررسی بکنید ببینید اینا مشکل فقر دارن. برید ببینید امروز بررسی بکنید ببینید امروز فساد و کثافتکاری ها داره توسط چه طبقه‌ای در جامعه ما داره روزانه باز تولید میشه؟ توسط اقشار فقیر و مستضعف، یا اونایی که اتفاقا تا خرخره خوردن هیچی هم بچه‌هاشون کم ندارن، ولی کف رسانه‌ها و کف شبکه‌های اجتماعی که سبک زندگی انگلی و کثافتشون رو نگاه می‌کنی حالت به هم می‌خوره. پولم دارن، ماشینم دارن، امکاناتم دارن، از همون بد و تولدشون همه چی براشون فراهم بوده. ولی چرا بچه درست حسابی بار نیومده؟ چون مادر بالای سرش نبوده. چون تو زن رو از خونه کشیدی بیرون برای اینکه یه قرون 2000 بیشتر بیاد تو سفرتون. زن آلوده شده، رحمش ناپاک شده، نطفه آلوده شکل گرفته. این آدم میره عمق درک. آدمی که از این رحم به دنیا میاد آدمی نمیتونه باشه که زمینه این رو داشته باشه، مستعد این باشه که بتونه به عروج برسه، به معراج برسه. زن رو که در جامعه ناپاک کردی با مؤلفه های مختلف، با حیله ها و نیرنگ های مختلف، دیگه نمیتونی از پس اون جامعه بر بیای. امکانات ایالات متحده هم در اختیار جمهوری اسلامی باشه، تحریم هم نباشه، مشکل اقتصادی هم نداشته باشه، هیچ مسئله هم نداشته باشه، اون جامعه ذریب رسیدنش به فلاح و به حسن عاقبت و رستگاری صفر خواهد بود اگر همه امکانات در اختیارش قرار بگیره. کمان که از بعد از انقلاب اسلامی خیلی وضعیت بهتری شد برای مردم. امروز هر کسی یه ماشین زیر پاشه، بهترین مدل موبایل دستشه، هر کسی خونه مستقل داره، اتاق مستقل داره، بچه‌ها طعم نداری و محرومیت و فقر و اینها رو به اون صورت تجربه نمی‌کنن، ولی خروجی‌ها رو که نگاه می‌کنی صفر، فاقد اثر بخشی، نطفه های بی‌کیفیت که هر کدوم مصیبتی میشن بر اجتماع و برآیند اینها، جمعی اینها بر درکات اجتماعی اضافه میکنه. اصلا حسن عاقبتی بر چنین جامعه‌ای متصور نمیتونه انسان باشه. بنابراین کار اساسی و کار ریشه اینه، اگه میخوایم کار بنیادی انجام بدیم باید زن رو ازش مراقبت بکنیم. مرد باید مراقبت بکنه از ناموسش، نسبت به ناموسش باید حساسیت داشته باشه، نسبت به اشتغالش باید حساسیت داشته باشه، نسبت به بیرون رفتنش باید حساسیت داشته باشه، نسبت به ارتباطاتش باید حساسیت داشته باشه. به اسم روشن فکری و تفکر مدرن و فلان و بیسان و اینها اجازه ندید که غیرتاتون رو اخته بکنن. در شبکه‌های اجتماعی باید حساس باشه مرد نسبت به همسرش. زناتون رو، ناموستون رو، دخترانتون رو بگیرید از اینستاگرام به شدت فضای آلوده‌ایه. اگر میخواید 2 روز دیگه این زن ویژگی داشته باشد که بشه از دامن این زن یک انسانی پرورش پیدا بکنه که به معراج برسه. اگرم براتون مهم نیست که با همین شیب ادامه بدید، هر روز هم بیاید مطالبه حجاب بکنید، هر روز هم بیاید بگید چرا وضعیت اینجوریه، هیچ تغییری نخواهد کرد. نه آقای پزشکیان میتونه این وضعیت رو تغییر بده، نه شهید رئیسی تونست این وضعیت رو تغییر بده، نه اگر آقای جلیلی بیا میتونه این وضعیت رو تغییر بده. هیچ کس قادر نیست که این وضعیت رو تغییر بده. چرا؟ چون زن سلامتش رو در جامعه ما از دست داده. سلامت پیدا کردن جامعه، بهبود وضعیت حجاب، بهبود وضعیت اجتماع در حیطه‌ها و در جنبه‌ها و در مسائل مختلف در گرو سلامت زنه. از دامن زنه که مرد به معراج میرسه. جمله امام، من جمله کاملش رو براتون بخونم. اگه تونستیم زن رو از این مصیبت‌ها بگیریم میتونیم امیدوار باشیم. اگر نتونستیم این کار رو انجام بدیم باید فاتحه جامعه رو بخونیم. 27 اردیبهشت 1358 امام خمینی در دیدار اقشار مختلف مردم شهرستان‌ها و بانوان در روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بوده دیداری که داشتن، فرمودن که زن نقش بزرگی در اجتماع داره. زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورش دهنده زنان و مردان ارجمند است. از دامن زن مرد به معراج می رود. دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است. از دامن زن مردان و زنان ارجمند پرورش پیدا میکنه. بزرگترین تهدید علیه انقلاب اسلامی این هستش که زن رو آلوده بکنن. زن که آلوده بشه جامعه دیگه کمر راست نمیکنه. زن رو اگر حفظ بکنیم، زن رو اگر برگردونیم به مأموریت خودش، به هویت خودش، به شناخت هویت خودش، به اهمیت نقش و کارکرد و نقش بی‌بدیلی که در عرصه اجتماعی و در عرصه خلقت میتونه ایفا بکنه، ما میتونیم به اینی که جامعه در فرایند و در پروسه اصلاح قرار بگیره امیدوار باشیم. در غیر این صورت من خودم شخصا نمیتونم به جامعه انسانی امیدوار باشم، نه در کشور خودمون ایران، نه در سطح جهانی. در سطح جهانی که زن رو به معنای واقعی کلمه بی اعتبار کردن، بی حرمت کردن، مزمحلش کردن. متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی ما هم نتونستیم از ساحت زن صیانت بکنیم. ما هم نتونستیم زن رو نسبت به هویت اصلی خودش و فطری خودش و متعالی خودش آگاه بکنیم. سهه گذاشتیم رو همون مسیری که غرب رفت. صادقانه انقلاب اسلامی در این زمینه دستاوردش خیلی دستاورد قلیلی بوده. دلیل
آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی که امروز در جامعه ما وجود داره و لایه‌های بعدی اون برمیگرده به اینی که زن متاسفانه آلوده شده. زن رو بتونیم نجات بدیم از این وضعیت، زن رو بتونیم متوجه مأموریتش بکنیم، زن رو بتونیم به نقش خودش، به مأموریت خودش در خانه، در تربیت نسل، در صیانت کردن از سلامت قلبش و فؤادش و رحمش اگر بتونیم در واقع آشنا بکنیم و زن مؤمنه به این بشود، میشود به آینده کشور امیدوار بود. در غیر این صورت واقعا من افق روشنی رو نمیتونم برای جامعه خودمون متصور باشم. وضعیت خوبی نیست. امروز همه دارن در حوزه مسائل مربوط به مسئله حجاب صحبت میکنن، ولی کسی سر سوزنی وجودش رو نداره بیاد این مسئله رو بیان بکنه. دست از سر این مسئله حجاب بردارید. مسئله حجاب یک امر ثانویه است. بی حجابی زمانی اتفاق میفته که زن از خونه بیرون اومده. مادامی که زن حضور اجتماعی پررنگ نداره، مسئله حجاب مثلا موضوعیت پیدا نمیکنه. زن داخل خونه خودشه راحت. وقتی که زن براش حضور اجتماعی و مأموریت اجتماعی تعریف کردید، این زن ذره ذره که اومد داخل اجتماع آلوده میشه، کم کم حجابش هم کنار میذاره. حالا که دیگه حجابشو کنار گذاشت، شما میرید که با آسیب مقابله بکنید. چگونه امر به معروف کنید؟ چگونه به این زن بگیم که بهش بر نخوره؟ تازه اون موقع میرید میشینید گشت ارشاد بیاریم، طرح نور بزنیم، چیکار بکنیم که بتونیم این زن رو حفظش بکنیم؟ 1001 راه رو دنبال میکنید، الان نهایتا به نتیجه نمیرسه. آقا زن باید برگرده به نقش خودش، به مأموریت خودش، به اون سلامتی که در گذشته از اون بهره مند بود. اگر جامعه میخواهد به معراج برسد، اگر مردان میخواهند به معراج برسن، باید بدونن که بستر و ظرفیت این مسئله 100% گره خورده به طهارت و سلامت دامن همسرشون. یا جامعه نسبت به این قضیه تجدید نظر خواهد کرد، یا مردان نسبت به نوامیسشون حساس خواهند شد، یا زنان متوجه نقش خودشون خواهند شد و دست از این حضور پررنگ اجتماعی و این مسائل ثانویه و این مسائل متفرقه و این مسائل غیر ضروری برمی‌دارن، یا اینی که جامعه اصلاح نخواهد شد. در آذر ماه 1404 بنده این رو خدمت شما عرض می‌کنم: بنده مرده، شما زنده. اگر ما این مسئله رو مطمع نظر قرار ندیم، در دستور کار قرار ندیم، جامعه اصلاح نمیشه. اصلاح جامعه در همه عرصه‌ها متوجه به این هستش که زن سلامت خودش رو به دست بیاره. سلامت زن هم در خانه به دست میاد. حضور اجتماعی پررنگ سلامت زن رو ازش میگیره. در معرض نامحرم قرار گرفتن زن به مرور زمان سلامت زن رو دچار خدشه میکنه، زن رو آلوده میکنه، زن رو فاسد میکنه. نمیشود همزمان بخواهیم از حضور اجتماعی زن بهره ببریم مثل خارج به عنوان نیروی کار ارزان و منعطف و فلان و بیسان، و همزمان بخواهیم که جامعه سالمی داشته باشیم. این دید من هستش. به نظر من اینا با هم دیگه جمع نمیشه که شما همزمان هم بخواهید در عرصه‌های مختلف اجتماعی از ظرفیت زنان برخوردار بشوید، ضمناً بخواهید جامعه سالمی هم داشته باشید. به نظر من اینها با هم دیگه جمع نمیشه. اگر سلامت اجتماعی میخواید، اگر سلامت تمدنی میخواید، زن باید به خانه برگردد، متوجه مأموریت‌های خودش بشود، متمرکز روی اون مأموریت‌ها بشود و هم خودش هم همسرش یا پدرش عمیقاً مراقب باشن که این حرص و نسل دچار آلودگی نشن. نساؤکم حرث لکم، دیگه میگه زنان شما زمین کشاورزی شما هستن. اگر این زمین ناپاک بشه، اگر این زمین آلوده بشه، اگر این زمین آفت زده بشه، محصول خوبی هم به بار نخواهد آورد. باید برگردیم به اون دورانی که معیار اصلی برای اینی که یک مردی میخواست بره با یک خانومی وصلت بکنه این بود که به مامانش میگفت برو بگردید دختری رو برای من انتخاب بکن که آفتاب مهتاب ندیده باشه. دختری که از 18 سالگی و 19 سالگی و 20 سالگی سنش رد شد و اومد رفت دانشگاه و نمیدونم سر کار و اینا، اون دختر دیگه آفتاب مهتاب ندیده نیست. اون دختر دیگه اون سلامت و اون طهارت رو بخواد و نخواد از دست میده. با خانم‌های مختلف مسابقه کردم، بدون استثنا همشون گفتن به هر ترتیب در محیط کار وقتی ما قرار گرفتیم یه تعرضاتی به ما شده، حتی کلامی، همه اونها تاثیر میذاره. حتی اگه خانم هم آدم عفیفی باشد، اینی که در یک محیطی قرار بگیره که مردان آلوده‌ای در اون فضا باشن، مطلق جنسی بهش بگن، تعرض کلامی صورت بگیره در حد اقلی ترین حالتش، تاثیر میذاره روی روح اون زن، تاثیر میذاره روی روان اون زن، تاثیر میذاره روی محصولی که بعدن در درون رحم اون زن پرورش پیدا میکنه. در مسائل دینی ما بسیار گفته شده زمانی که زن و مردی میخوان اقدام بکنن به امر فرزندآوری، میخوان نطفه یک فرزندی رو منعقد بکنن، گفته شده که تا چند ماه خونه هر کسی نرید، سر سفره هر کسی نشینید، هر غذایی رو نخورید، هر موسیقی رو گوش نکنید، هر فیلمی رو نبینید. چطور میشه که شما همه این رعایت‌ها و همه این ملاحظات شرعی رو کنار بذارید و ضمناً بخواید نسل خوبی هم بتونید پرورش بدید، نسل خوبی هم بتونید بار بیارید؟ نه دیگه، نمیشه، جمع نمیشه. کیفیت نطفه ها میاد پایین. خروجیش هم میشه این وضعیتی که امروز داخل جامعه ما وجود داره. از زن باید مراقبت کرد.
از زن باید مراقبت کرد. و اون معیاری که در گذشته بوده که آقایون به مادراشون میگفتن یا خودشون این معیار رو داشتن که دختر آفتاب مهتاب ندیده، دختر آفتاب مهتاب ندیده، اولا اینکه زود ازدواج میکنه، ثانیاً اینکه آلوده این عرصه‌های بیرونی هم نشده. با دوباره ما برگردیم به این سنت. ضد علم هم نیستیم. بعضی‌ها بگن یعنی شما با این که خانم بخواد بره دانشگاه و تحصیلات بکنه و اینا مخالفید؟ نه، به هیچ عنوان. کی گفته که لزوما امر تحصیل، امر علم آموزی صرفاً از روزنی باری که دانشگاه میگذره؟ با بستی که امروز شبکه‌های اجتماعی پیدا کردن، با بستی که امروز رسانه‌ها و فضای مجازی پیدا کرده، به راحتی یک کسی دنبال کسب علم باشه داخل خونه خودش هم میتونه بشینه عالم بشه. کتاب‌ها همه جوره در دسترس، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت پرسرعت در دسترس. حتما باید زن رو وارد فضای ناسالم و ناپاک دانشگاه بکنیم 1001 بدبختی پیدا بکنه تا حالا 2010 بخواد علم گیرش بیاد، میخوام 100 سال سیاه نیاد. نه مرد عالمی این دانشگاه‌ها با این وضعیت امروزشون میتونن پرورش بدن و بار بیارن، نه زن عالمی میتونن اینها پرورش بدن. ما را به خیر تو امید نیست، شرم رسان. چه کاریه؟ دختر خانم شده 18 19 سالش، به خاطر به جای اینکه متمرکز باشی زودتر دغدغه داشته باشی مسئله ازدواجش، این مسائل رو حل بکنی زودتر بره سر خونه زندگیش، نه اول باید حتما تحصیلت رو بری انجام بدی. اون پدر و مادرهایی که به این شیوه با دختران خودشون رفتار میکنن، ظلم میکنن در حق دختر خودشون، ظلم میکنن در حق نسل خودشون، هلاکت هر سو نسل رو رقم میزنن. فردا باید محضر حضرت الله پاسخگو باشن. با دست خودشون دختر خودشون رو آلوده کردن. به هیچ عنوان نباید امر ازدواج به عنوان یک امر ثانویه بهش نگاه بشه. دختر و پسر باید در سن پایین ازدواج بکنن. هر چقدر این قضیه زودتر اتفاق بیفته، زن در وضعیت سالمتری قرار داره، به لحاظ رحمش و به لحاظ سلامت قلبش و به لحاظ بینایی فؤادش. هر چقدر که انسان جلوتر میره، این رجس و این آلودگیاش بیشتر میشه. بنابراین خیلی مهم هستش که اگر به دنبال این هستیم که یک جامعه بسازیم که در اون بتونیم آحاد جامعه را به معراج برسونیم، یکی از متغیرهای جدی این هستش که ازدواج به موقع اتفاق بیفته. خیلی مسئله مهمی هستش. طولانی شد بحث، عذرخواهی میکنم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی دغدغه داشتم این بحث رو من امروز بهش بپردازم و بسیار مسئله مهم و ریشه‌ای و اساسی هستش. الان مدت هاست که داخل کانال داریم میپردازیم به این موضوع. بسیار مسئله حائز اهمیتیه. اگر جامعه ما این تغییر ریل رو صورت نده و در این پروسه اصلاحی قرار نگیریم، به نظرم در هیچ ساحتی ما نمیتونیم روند رو به اصلاح و روند رو به فلاحی رو بتونیم طی بکنیم. اول و به ذات مقدمه بر همه مسائلی که باید در جامعه ما حل بشه، اول باید این مسئله به نظر من در دستور حل و در دستور پیگیری قرار بگیره. جنس مطالبه گری جریان حزب اللهی و مذهبی با تغییر بکنه. انقدری که چسبیدن لنگ مسئله حجاب و اینا به نظر من ضروری نیست. این مسئله به نظر من از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردار هستش. تشکر میکنم از اینی که وقت گذاشتید، بحث رو دنبال کردید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. شما رو به خدای متعال میسپارم. موفق و مستدام باشید ان شاء الله. و السلام. نه منو رها نکن، از خودت جدا نکن، مهر تو آقا زیر ساز نفسامه، نای من نوای من، یار آشنای من، وقتی نباشی چه غمی توی صدامه. ما مهاجر به شوق کوی تو اومدیم، با علم به سوی تو، هرچه داریم فدای روی تو، هرچه داریم از دل و جان، از سرآغاز تا به پایان. تو از جور و ستم پر شده دنیای دنی ثمر نداره، روی داغم اگه بارون بهاری بزنه
اثر نداره. کشتی ما روی دریا شده بازیچه امواج و شکسته. چشمم از دور خیره در شب و امیدی که به فانوس تو بسته. ما مهاجر به شوق کوی تو اومدیم با علم به سوی تو. هرچه داریم فدای روی تو، هرچه داریم از دل و جان، از سر آغاز تا به پایان.